در روز ششم جنگ اسرائیل با ایران آتش و دود از گوشه‌های مختلف تهران به چشم می‌خورد. خبرنگاران ریترز با استفاده از نوارهای ماهواره‌ای تصدیق می‌کنند که در عکس‌ها تهران دیده می‌شود ولی زمان نوارگیری دقیق نیست. همزمان خبرگزاری‌ها می‌گویند صبح چهارشنبه صدای ترکش موشک‌های ایرانی در سراسر اسرائیل از جمله تل‌آویو، حیفا و بیت المقدس شنیده می‌شد. روز سه‌شنبه اثنای صحبت با خبرنگاران در نشست هفتگانه بزرگ در کانادا، پرزیدنت فرانسه امانوئل ماکرون ابراز داشت که مخالف تغییر نظام و بی‌نظم و ثبات شدن ایران است. وی تاکید کرد که جانبداری آتش بس و آغاز دوباره مذاکرات برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی میباشد. ما نمی‌خواهیم که ایران دارای سلاح هسته‌ای و امکانات بالستیکی گردد. با عقیده من امروز بزرگترین خطا تلاش تغییر نظام دولتداری در ایران و ایجاد بی‌ثباتی با استفاده از سلاح در این کشور است. از این رو مسئولیت ما با زودترین فرصت احیای مذاکرات و تنظیم چارچوب برای حل مسئله‌های هسته‌ای و بالستیکی ایران میباشد. در 10 سال گذشته فرانسه پیوسته در حل همین مشکل بوده است. نوارهای ماهواره‌ای 17 ایون که از طرف مؤسسه مکسر تکنولوژیز تهیه شدند، عکس‌های پیش و بعد از حمله‌های هوایی اسرائیل به پایگاه‌های نظامی ایران را نشان می‌دهند. خبرگزاری بهای ایران موشک‌اندازی سپاه پاسداران انقلابی اسلامی ایران به طرف اسرائیل را نمایش داده درباره مکان و زمان این حادثه چیزی نمی‌گوید. پیشوای روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای در شبکه ایکس نوشته است که ایران به اسرائیل رحم نخواهد کرد. یک روز پیش از آن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ از ایران تقاضا کرده بود که بدون شرط تسلیم شود.